مرا قبول کنید بینندگان عزیز رادیو آزادی و همه اون دوستانی که همین حالا در آزادی ویدیو منتظر صحبت نوبتی ما بودند. بار دیگر به شما سلام میفرستم و تشکر میگم که ما را تماشا میکنید هر روز در این صبح بر وقت. امروز چهارشنبه است، 1 مای، روز بین‌المللی همراهی مهنتکشان و به همه شما مردم مهنتکش این جشن را تبریک میگویم. امروز در پراگ هوا ابری خواهد بود. انتظار می رود که روزانه حرارت 16 درجه را تشکیل بدهد. در مسکو امروز هوای صاف پیشگویی شده است. در دوام روز گرمی به 15 درجه می رسد، اما بگویی هوا ابری خواهد شد و شبانه باران می بارد. در دوشنبه باشد بعد هوای نامساعد و بارانگری های زیادی تقریبا یک ماه اخیر بالاخره امروز آفتابی می شود. آب و هواشناسان گرمی را 23 درجه پیش بینی کردند و بینندگان عزیز به همه اون نفرانی که امروز اگر استراحت دارند برایتان استراحتی با فراغت میخواهیم و تماشا کردن برنامه های رادیو آزادی را نیز در وقت استراحتتان فراموش نکنید. شب دیروز 84 کودک و نورسی توجیک را توسط هواپیمای شرکت عراقی فلای ایربیل از بغداد به دوشنبه آوردند. بعضی این کودکان چند سال پیش همراه والدین خود به محل جنگ در عراق رفته، برخی دیگر در آنجا به دنیا آمدند، در حالی که پدران اکثر آنها به حیث جنگجوی داعش کشته، فراری و بینامونیشان شدند. مادرانشان در زندانهای بغداد نگهداری میشوند. به اطلاع رسمی فعلا در زندانهای عراق 43 زن توجیک هستند. در حال حاضر 11 نورسی دیگری توجیک همراه مادران خود در زندانهای عراق ماندند. صحنه بازگشت کودکان و نورسان توجیک از عراق خیلی حزن‌انگیز بود. این کودکان را زبیدالله زبیدزاده سفیر توجیکستان در کویت و عراق همراهی میکرد. یک قسم کودکان که خیلی خردسال بودند به ایست گریه میکردند و کارمندان تیب تلاش مینمودند آنها را آرام کنند. مسئولان وزارت تندرستی توجیکستان گفتند که 84 کودک توجیک را از فرودگاه به آسایشگاه خرنگان نویه ورزاب میبرند. رجب ماه حبیب‌الله زاده امبودسمن توجیک در توجیکستان دیروز گفت این کودکان از تشخیص طبی و روانی میگذرند. اگر خویشاوندان میل دارند آنها را به تربیت و پرستاری خود میگیرند. اگر از آنها روی گردانند دولت کودکان را به تربیت فرا میگیرد. برای به جامعه وارد نمودن کودکان و تحصیل آنها همه چاره ها اندیشیده می شود، افزود او. شب 30 اپریل برای دیدن کودکان بابا و بیبی و خویش و تبارشان به فرودگاه بین‌المللی دوشنبه آمده بودند. مقامات توجیکستان میگویند از سال 2014 تقریبا 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبر مرگ بیش از 300 نفر آنها رسیده است. بعد کشته شدن اکثر جنگجویان، عائله‌های آنها بی سرپناه مانده با تصمیم مقامات سوریه و عراق در اردوگاه‌های مخصوص جای داده شدند. یک گروه جهانی خیریه میگوید تقریبا 45,000 کودک که از مکان دائمی زیست خود محروم شدند در مناطق تحت تصرف گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی یا خود داعش به دنیا آمدند از همایش با جامعه عراقی محروم هستند، زیرا مقامات به آنها اسناد نمیدهند. اکثر کودکان بی‌حجت در سالهای 2013 تا 2017 به دنیا آمدند. آن زمان گروه داعش سیاق مناطق عراق را نظارت میکرد. سازمان شورای پناهندگان نروژ میگوید این کودکان بدون شناسنامه در بعضی گوشه های عراق نمی توانند در معرکه های امگذرانی شرکت نمایند. کودکان برای راه یافتن به تحصیل باید سند داشته باشند. بر علاوه برای دریافت شهادتنامه ختم مکتب نیز سند قانونی لازم است. دو بانک بین‌المللی برای تجدید و ازنوسازی روی وحدت رشت لخش قرمیق که از سرحد توجیکستان و قرقیزستان میگذرد به توجیکستان 350 میلیون دلار قرض میدهند. بنابر معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد که روز 30 اپریل دسترسی رادیو آزادی شد، 350 میلیون دلار قرض را بانک آسیای رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد در دایره یک طرح اختصاص میدهند. این مبلغ برای تجدید قطعه 72 تا 158 کیلومتری رو از آب گرم تا نورآباد رو در بر میگیرد. در دایره این لایحه همچنین ساختمان پل با درازی 800 متر در نظر است. در وزارت نقلیات توجیکستان به رادیو آزادی گفتند بنابر تدریجاً بالا رفتن سطح آب انباری نیروگاه راهان یک قسمت روی کنونی زیر آب میماند و از این رو ضرورتی ساختمان پل به این درازی به وجود آمده است.
در صورت بنیاد شدن این درسترین پول در تاجیکستان خواهد بود. بانک اروپایی تجدید و رشد گفته است پس از 3 ماهه دوم پیش بینی می شود برای انتخاب شرکت پودرچی آزمون یا تندر اعلان می شود، اما در مورد شرط و فایس‌های این قرض به تاجیکستان چیزی گفته نشده است. خبرگزاری سپوتنیک می نویسد که از آغاز همین سال از حدود سنت پترزبورگ بیش از 400 مهاجر مهنتی اخراج شدند، از جمله بیشتر از همه قانون‌های مهاجرت را شهروندان ازبکستان نقض کردند که 57% را تشکیل می‌دهد. شهروندان تاجیکستان از روی نقض قانون مهاجرت در جای دوم هستند، یعنی 20%. قید می‌شود که همه مهاجران اخراج شده به جوابگری مأموری کشیده شدند. طبق قوانین روسیه، شهروندان خارجی که از روسیه اخراج می‌شوند در مهلت 5 سال حقوق ورود به این کشور را ندارند. پیشتر خبر داده شد که حامیان حقوق انسان نزد پرزیدنت روسیه قصد دارند طرز ثبت نام مهاجران را در روسیه دیگر کنند. لازم به یادآوری است که بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان در روسیه کار و اقامت میکنند و پول مهاجران یکی از عامل‌های مهم حفظ وضع اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان میباشد. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو 30 اپریل در صحبت با تلویزیون CNN ادعا کرد که پرزیدنت ونزوئلا نیکولاس مادورو حاضر بود کشورش را ترک نموده به کوبا هجرت کند، ولی روسیه او را مطمئن کرد که در ونزوئلا باقی ماند. پامپئو علاوه کرد هفته‌های اخیر یکی از منصبداران بلندپایه ونزوئلا به واشنگتن اطلاع دادند که در حالت سر زدن آشوب آنها فرار خواهند کرد. تشنج در این کشور جنوب آمریکا روزهای اخیر افزایش یافته است. رهبر مخالفین خوان گوایدو که از طرف آمریکا پشتیبانی می شود از نظامیان کشورش دعوت کرد که در برکناری مادورو از کرسی پرزیدنتی با او کمک کنند. 30 اپریل هزارها شهروندان ونزوئلا با نشان پشتیبانی از مخالفین در پایتخت شهر کاراکاس جمع شدند. حکومت زیر رهبری مادورو عمل گوایدو را همچون کوشش تبادلات دولتی محکوم کرده اصرار می‌ورزند که از پشتیبانی نظامیان بهره مند هستند. بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. از بستن مسجد تا بازداشت پدر، این شیوه های موثر جلب جوانان بر ارتش تاجیکستان است که در 3 هفته گذشته رسانه‌ای شدند. موردهایی که در گذشته نظیر نداشت و به گفته کارشناسان از پیچیده‌تر شدن مسئله دعوت جوانان به ارتش گواهی می‌دهد. ولی مقامات وجود چنین حالت‌ها را رد می‌کنند، چون همیشه و میگویند برعکس صف اختیاریان خدمت در ارتش زیاد شده است. دعوت بهاری جوانان به ارتش روز 1 اپریل آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه می‌کند. این موسم دعوت با فرق از موسم‌های قبلی تنها با ابلاغ یا جلب مجبوری جوانان به ارتش محدود نشد. 2 هفته پیش یک گروه از ساکنان شهر اصفهان شکایت کردند که والدان آنها را مقامات قدرتی با خود برده و شرط گذاشتند که تنها بعد از مهاجرت برگشتن فرزندان آزاد می‌شوند. این چنین یک گروه از ساکنان نویه نورآباد میگویند روز 26 اپریل مقامات در مسجدها را برویشان بسته و گفتند که اول جوانان را به ارتش فرستید، بعد برای نمازخوانی اجازت است. هرچند مقامات نویه نورآباد این را رد کردند، اما چندین تن از ساکنان این نویه با رادیو زودی تصدیق کردند که روز جمعه گذشته حداقل در 2 مسجد جامع برایشان بسته بود. در همین حال مقامات وزارت مدافع تاجیکستان میگویند صف اختیاریان برای خدمت در ارتش افزوده است و حجت به این عملها نیست. حریف ناظمیان سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو زودی گفت وجود همه گونه حالتهای غیرقانونی دعوت جوانان دروغ است. ناظمیان گفت داوطلبان برای خدمت حربی نسبت به سالهای گذشته خیلی زیاد است و نقشه دعوت بهاری حدود 70% علاقه اجرا شده است. قطع انتقال نیروی برق، بستن در مسجدها و بازداشت پدر و مادران یگان اساس ندارد. چنین حالت هم نشده است، پاسخ داد عارف ناظمیان. دعوت جوانان به سربازی یک از مسائل داغ جامعه تاجیکستان است. کارشناسان میگویند اگر خدمت در ارتش برای جوانان دوران شوروی مد بود، حالا به یک دردسر تبدیل یافته است. مشکل دیگر ارتش تاجیکستان که پیوسته به آن تاکید می شود جلب فرزندان قشر میانه حال است. کارشناسان نیز میگویند وقتی آن رسیده است که تمغه ارتش کمبغلان در تاجیکستان از بین رود تا همه بدانند که ادای قرض وطن برای همه یک خیل است.
چی شوهو و چی گدو. طبق اطلاع فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در 3 ماه اول سال جاری 70 حالت به تأخیر افتادن پروازها ثبت شده است. اکثر این تأخیرها با سبب دیر آمدن هواپیما از فرودگاه مکان پرواز بوده است. این گونه موردها در سال جاری 43 مرتبه به قید گرفته شدند. همچنین تأخیر پرواز به دخالت شرکت‌های هواپیمایی وابسته بوده است. مسئولین فرودگاه بین‌المللی میگویند که در این دوره فرودگاه به بیش از 334,000 نفر مسافران خدمت رسانده است. عین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به 13 شهرهای روسیه اینچنین با قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، آلمان، چین، افغانستان، ترکیه، هندوستان و امارات متحده عرب پروازها انجام می‌شوند. و بینندگان عزیز قبل از آن که به قرب اسعار خارجی رو بیاریم نگاهی می‌اندازیم به خبر ورزشی و خبر خوب ورزشی. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان عاید به جیوجیتسو میان نورسان، جوانان و بزرگسالان اینچنین فستیوال یا جشنواره جهانی جیوجیتسو که از 20 تا 26 اپریل در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد 16 مدال از آن جمله 7 نشان طلا به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون جیوجیتسو تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 26 ورزشکار داخل بود. در این مسابقات جهانی در ابوظبی ورزشکاران از 100 کشور که در بینشان اینچنین کودکان و نورسان و پارا المپیچیون نیز بودند شرکت داشتند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک سال گذشته در همین مسابقات 20 مدال به دست آورده بودند. جیوجیتسو یک نوع محاربه آمیخته است. هر آن کسی که نمیداند و این نمود ورزش هم اصولهای گشتی را دارد و هم اصولهای مجزنی و کیک بوکسینگ را. این نوع ورزش از ژاپن برخواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. فدراسیون جیوجیتسو تاجیکستان سال 2011 تشکیل شده است. با اطلاع علی جان دولتов رئیس فدراسیون جیوجیتسو تاجیکستان حالا در کشور حدود 2500 نفر مشغولند با این ورزش که در بین آنها دختران نیز هستند. و اکنون میبینیم که قرب اسعار خارجی در تاجیکستان چگونه است که از سوی بانک ملی برای امروز تصدیق شده است. 1 دلار 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 59 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 146 سومانی. بینندگان عزیز با سپاس از یکی شما برای همراهی. تقریبا 10 دقیقه من در خدمت شما بودم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و فراموش نکنید که بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر با شما ملاقات داریم در تقدیم سرخطهای روز ساعت 10 با وقت پراگا که خبرهای زیاد است که می‌خواهیم در اختیار شما عزیزان بگذاریم. هر آن کسی که طوری در بالا گفتم استراحت دارد برای شما استراحت خوب می‌خواهیم و فراموش نکنید که ما انتظار ملاقات با شما خواهیم بود. روز خوب داشته باشید.